وقتی میخوایم مجموع جملات دنباله رو پیدا کنیم حتما باید تعداد رو بدونیم. اینجا دنباله با 84 شروع شده و 4 تا کم شده تا رسیده به 4. پس اختلاف مشترک بین جملات -4 هست، یعنی دنباله حسابی یا خطی هست. پس میتونیم بنویسیم AM مساوی منهای 4 n به اضافه 88. به جای AM که جمله آخره 4 قرار میدیم و از اینجا n رو پیدا میکنیم که n میاد 21. پس S n مون هست n دوم در مجموع جمله اول و آخر. به جای n 21 میذاریم. جمله اول 84، جمله آخرم 4. جمع اینا میشه 88. با 2 ساده میکنم میشه 44. پس 21 ضرب در 44 میاد 924.